ساکنان ولایت ختلان که به دولت اسلامی پیوستند 210 نفر گفته می شود. ناحیه‌های باختر و وخش با پیوستن 50 ساکنش به صف داعشیان از جانب مقامات آسیب پذیر عنوان شدند. اکثر این جوانان جلب شده مهاجر کاری بودند. با گفته مقامات در روسیه به افکار افراطی جلب شده از آنجا به سوریه رفتند. به قول مقامات تاثیرپذیر بودن آنها از محیط عائلوی سرچشمه میگیرد. اگر زندگی نامه همین مردم آموزد، همون اولین غذاهای نامطلوب نادرست از خانواده گرفتند. در همون خانواده اونها ناتفاقی بود، نادرستی بود. وقتی مقامات تاجیک و سازمان‌های جمعیتی با زنان وخش از خطر تروریسم و افراطگرایی در مرکز ناحیه صحبت می‌کردند، حمله در متروی سنت پتربورگ را مثال آوردند که روز 3 اپریل صادر شد و باعث هلاکت 13 ساکن آسایشته گردید. شما هم بچه‌ها نصیحت کنید که با همون گروه‌های افراطی همراه نشوند، یک و عمل‌های نادرست در کشورهای بیگانه مشغول نشوند. من همین به نام اکبرجان جلیل گفتنی بچه از اوش از قرقیزستان، آیا پدر و مادر همون میخواهند که کسی قربان شود یا که بچه قربان شود؟ قربان شد دیگر. این همایش را لیگ زنان حقوق شناسی تاجیکستان، پژوهشگاه جنگ و صلح در آسیای میانه و حکومت‌های محلی برگزار کردند. در اینجا تاکید گردید که آگاهی زنان از خطر تروریسم و افراطگرایی میتواند برای جلوگیری گرویش جوانان به حزب و حرکات‌های ممنوع نقش داشته باشد. من خود که کارمند دولتی هستم، بین زنان دهقانان، بین اهالی بسیار رابطه زیست دارم. از اهالی آنها با خبر هستم. در بسیار عائله ها هستند، عائله هایی که امروز از اونی که فرزندانشان به خارج کشور رفته آنها را به راههای بد بردن، به راههای نافهمی بردن، عذاب میکشند. بسیار مادران آب دیده میریزانند. بسیار مادران، هیچ مادر نمیخواهد که فرزند او به راه افراطگرایی رود. بسیار مادران خواهان آنند که فرزندشان به راه راست روند، به راه روند که جامعه بلند شود، به راه روند که زندگی آسایشته داشته باشند. در همایش زنان گفتند که نقش زنان در جلوگیری از افراطی شوی جامعه و جوانان مهم است. به زنان مراجعه شد که آنها می توانند دهشت تروریسم را به دیگران فهمانده از خطر افراطگرایی دوستان و نزدیکانشان را آگاه نمایند. همین توازن حسن محبت و عامل در خانواده نگاه داشتند. با بچه‌ها مثلا زنها مشاورات این باعث نشود که همین تأثیر معامله بد به بچه‌ها گذارد. قرار است که در 18 ناحیه ولایت ختلان با زنان همایش‌ها و صحبت‌های آشکارا انجام گیرد و مفهوم تروریسم، جهاد، افراطگرایی و خطر آن فهمانده شود.